دلا 7 صحبت میکنه و میخوام توجهتون رو جلب کنم به یک اتفاق تاریخی. ببینید ما بعد از اینکه یک روند صعودی خیلی سنگینی رو توی سال 2020 و 2021 داشتیم، مارکت یک اصلاح خیلی سنگینی هم انجام دادش و بعد از اون ما هاوینگ سال 2024 رو داشتیم. بعد از هاوینگ اتفاقاتی که افتاد و شما خودتون در جریانش بودید که مارکت روند صعودی خیلی قوی رو داشته و الان در حال حاضر ما تقریبا توی همچین کانال بزرگی هستیم که شما اینجا دارید میبینید و سقف کانال رو ما 1 بار 2 بار و 3 بار دیدیم و هر سری سقف‌های جدید زد و بار آخر که اومدش مشخصه با این کندلی که زده توی ماهانه ما تقریبا اومدیم سقف جدید رو زدیم و یه جورایی استاپ هانت کردن خیلی ها رو و روند داره به شکل خیلی تمیزی میره توی سیکل نزولی. و ببینید دوستان، این موجی که ما اینجا به سمت بالا داشتیم، این هم تاریخ های هاوینگه که من اینجا گذاشتم اگر دقت بکنید و این هم یه کف خیلی مهمیه که ما داریم، حالا در موردش الان صحبت میکنم. توجهتون رو جلب میکنم به یه سری نکات امواج الیوت آخر ویدیو، خیلی نکات مهمی رو میخوام بگم، حتما تا آخرش ببینید. ببینید دوستان، اگر که شما میخواید با روند نهنگ ها همراه بشید، نباید توی ریز موجا و اون نویزایی که اتفاق میفته بی خودی بخواید بترسید و مالتون رو بفروشید. منتها الان قضیه خیلی فرق میکنه. الان ما در واقع پایان این سیکل صعودی هستیم، سیکلی که تقریبا اگر بخوایم از اینجا در نظر بگیریم تا اینجا چیزی حول و حوش 2.5 سال تقریبا طول کشیده و از اون کف هم چیزی حول و حوش 660% قیمت بالا اومده و خب این اتفاقیه که این روالش افتاده تا حالا، این چیزیه که رواله و منتها سریای قبلی تایمش کمتر بود، تایمش 2 سال بود. این سری 2.5 سال تقریبا ما یک مارکت صعودی داشتیم و این اتفاقی که شما اینجا میبینید، دقیقا این اتفاق میتونه برامون دوباره تکرار بشه و تا اینجا مارکت بیادش پایین. حالا برای این که ما توی این تله گیر نکنیم باید چیکار کنیم؟ ببینید دوستان، واسه اونایی که حالا یه ذره حرفه‌ای ترن، ما اگه بخوایم امواج الیوت اینو بررسی بکنیم و 5 موجش رو بشماریم که من قبلا شمردم، ببینید ما اینجا یک موج 1 رو داشتیم که داخلیاشو کاملا میشه شمردش، که یک موج 1 زده، یک 2 اصلاحی، یک 3 خیلی شارپ و یک 4 و یک 5 اون که ناقص بود و از اون طرف هم یک موج 2 داشتیم اصلاحی و یک موج 3 به سمت بالا و دوباره یک موج 4 و در آخر موج 5 اون اتفاق افتاده که پایانش میشه اینجا. حالا ما الان رفتیم توی موج اصلاحی که خب موج اصلاحی رو اگر نمیدونید با ABC نشون میدن و به این شکل روی چارت میتونه اتفاق بیفته و اصلا هم چیز عجیبی نیست که اگر ما قیمت‌های 40,000 رو ببینیم توی 1-2 سال آینده. ببینید اگر ما بخوایم مثل گذشته رفتار بکنیم، ما از این سقف تقریبا 69,000 یک ریزشی داشتیم تا حوالی 15,500. مشاهده میکنید که 77% ما ریزش داشتیم. پس اصلا چیز عجیبی نیستش که اگر بیت کوین بخواد از سقف 126,200 تا حوالی 40,000 بیاد، میشه چقدر؟ 69% تا 70% ریزش. این 70% واسه بیت کوین اصلا چیز عجیبی نیست که ما بخوایم بگیم که اگر تا اونجا بیاد چی میشه، وای اصلا نمیتونه تا، چون خیلی من دیدم که صحبت میکنن میگن اصلا تا اونجا نمیاد، مگه میشه فلان. واسه بیت کوین هیچ چیزی نشد نداره و خیلی واسه اصلا این اتفاقا رواله، یعنی اصلا براش مثل آب خوردن اتفاق میفته. و حالا تا اینجا اومدنش که واسه من که حالا بالاخره چندین ساله، تقریبا 8 ساله که توی این بازار فعالیت میکنم، یه چیزیه که مشخصه که اتفاق میفته. حالا واسه دوستانی که یه ذره شک دارم عوامل مختلف رو واسهشون بررسی میکنم که ایمان بیارن، هم به چارت، هم به شرایط بازار و رفتارهای بیت کوین، هم به تجربیات بنده. من فقط میخوام مسیر روشنی رو بهتون ارائه بدم
که توی تریدا بتونم یه کمکتون بکنم که بتونید تریدای خوبی داشته باشید. همونطور که مشاهده میکنید از اینجا ما یه دونه موج اصلاحی A رو داریم که موج A مون احتمالاً یک موج یا 3 موجی یا 5 موجی، ولی به نظرم میتونه 5 موجی باشه که شارپ باشه و تا محدوده حداقل همین حوالی 75 بیادش یا 72. و خب اینجا البته ما یه ساپورت خیلی خوبی داریم روی 82 تقریبا هفته، البته نه این ماه اگر بخواد بیاد 84 میشه، تقریبا 84 85 ساپورت خیلی قوی داره که احتمال اینکه موج A اینجا تموم بشه کمه، ولی مشکلی ایجاد نمیکنه توی موج شماری و اتفاقاتی که میخواد بیفته و میتونه تا محدوده موج A مون تموم بشه و ما یک موج B به سمت بالا داشته باشیم تا این محدوده که به شدت سنگینه و یک ترندی از اینجا شکل بگیره به این صورت و از این زون، چون این زون خیلی سنگینیه، یه ساپورت به شدت محکمیه که میتونه از اینجا یه بالا داشته باشیم و بعد از اون دوباره ما یه سیکل ریزشی شدید داشته باشیم که حتی همین کف ترند اینجامون که میشه کف در واقع کانال اصلیمون، کف کانالمون شکسته بشه و بتونه دوباره قیمت پایین تر بیاد و تا محدوده کجا؟ محدوده 40,000 که کف این کانالمون میشه. حالا اینجا جاییه که به شدت مهمه بچه‌ها، ولی چیزی که هست که باید خیلی بهش دقت بکنید اینه که اصلا اینجوری نیستش که شما فکر کنید حتما از اینجا باید قیمت ساپورت بشه و بخواد آروم آروم بیاد برو بالا. این هم که میبینید خط نارنجی جای این هاوینگ بعدیمونه که میتونه اتفاق بیفته تقریبا تو همین تاریخ مارچ. خیلی وقتا مارکت بچه‌ها نشون داده که میتونه چه اتفاقی بیفته، میتونه یه ترپ واسمون ایجاد بکنه که اینجا هم احتمالش خیلی زیاده که بخواد مارکت حالا از اینجا یه بالایی بزنه و یک تله ما داشته باشین به محدوده کجا؟ به محدوده بین 20,000 تا 30,000. خب یه تله اینجا مارکت داشته باشه که یه شادویی داشته باشین توی ماهانه و بخواد یه دفعه دوباره برگرده بالا و یک کلوز بده بالای این ترند لاینمون و ادامه مسیر که این ترند قرمزمون هم بشکنه و بره به سمت بالا. اینا دوستان خیلی نکته مهمیه که شما اگر میخواید یه خرید خیلی خوبی داشته باشید نباید از این نوسانات این مدلی بترسید و تو این تله گیر بکنید. حالا من اون موقع همون تایمی که قیمت اومده بود تا همین حوالی 40,000 پایین، من اونجا باهاتون صحبت میکنم، تحلیل واسهتون میذارم که یه موقع مالتون رو مفت به این نهنگا الکی نفروشید، چون اینا همینو ازتون میخوان که یه ترس اینجا ایجاد بکنن و بتونن خیلی راحت اینجا از چنگتون در بیارن. بچه‌ها فقط چیزی که خیلی الان مهمه اینه که شما اینجا به هیچ عنوان پوزیشن لانگ تو فکر خرید اصلا نباشید. حالا من واسهتون الان میرم بازم یه سری از فاکتورهای دیگه رو بررسی میکنم، منتها اینجا اصلا به فکر خرید نباشید، فقط باید پوزیشن شورتتون رو خیلی درست منطقی مدیریت بکنید. لیورج بالا هم تا اونجایی که میتونید هیچ موقع نگیرید روی مبالغ سنگین، همیشه به کم قانع باشید و بتونید، چون اگر که بخواید لیورج زیاد بذارید یه بار دو بار سه بار شاید سود بکنید، یه بار ضرر میکنید و توی اون ضررتون ممکنه که اصلا یه جوری آسیب ببینید که نتونید جبران بکنید. ولی همیشه سودای خیلی کم میتونه شما رو توی این مارکت ماندگار بکنه. سودای کم ولی پی در پی. ببینید بچه‌ها اگر که قرار باشه که مارکت بخواد یه ریزشی، حالا ما میریم تایم هفتگی، ما یه ریزشی داشته باشی به این سمت، من اینا رو براتون ببندم که یکم خلوت بشه. ما میتونیم چیکار بکنیم روی بازار؟ ببینید ما توی این ریزش جایی که میتونیم ساپورت بشیم و بخواد برگرده بازار بالا کجاست؟ تقریبا محدوده همین 84-5 که خدمتون گفتم. خب ما الان داخلیش هم که بخوایم بشماریم در واقع ما الان توی موج 3 هستیم. ببینید APBش هم بندازیم توی موج 3 ریزشی هستیم فعلا و تارگت موج 3 مون کجا میفته؟ تقریبا همین حوالی 78-9 که حالا ما میگیم کف این ترند لاینمون میشه اینجا. تا اینجا پس میتونه مارکت پایین بیاد. خب حالا واسه کسایی که میخوان خرید انجام بدن، من پیشنهادم اینه که واسه یه نوسان، اونم نه خرید بلند مدت، اصلا توصیه نمیکنم به هیچ عنوان. واسه یک نوسان کوتاه مدت میتونید شما چیکار کنید؟ تو این محدوده خرید بزنید، ولی خیلی محتاط باشید، خیلی حواستون باشه، استاپتون باید خیلی نزدیک باشه. در صورتی اصلا خرید بزنید که کندل بازگشتی ببینید. اگر کندل بازگشتی ندیدید
اینجا به هیچ عنوان خرید نزنید، چون ممکنه همینو یه دفعه توی همون کندل قاچ بکنه مثل پنیر و اصلا بره پایین و حتی لوی جدیدم بزنیم، چون از این اتفاقات زیاد میفته تو مارکت. کندل بازگشتی دیدید با حساب خیلی تنگ خرید بزنید، منتها بدید نوسان تا کجا مثلا از اینجا میتونید بگیرید تقریبا تا این محدوده زون سنگین میاد، یه هولوش 8% 7% تقریبا داره که میتونید مثلا اینجا سیو اسود کنید، یا نهایتا اگه دوست داشتید ریسک بیشتری بکنید تا این محدوده که میشه زون مقاومتی بعدیمون تقریبا اینجا. خلاصه دوستان خیلی حواستون رو جمع بکنید، اصلا به فکر خرید سرمایه گذاری روی بیت کوین فعلا نباشید. پیشنهاد میکنم بهتون این بچه‌ها، این که دارم تحلیلی که گذاشتم سیگنال خرید و سیگنال فروش نیست، این صرفا یک تحلیل، یک پیشنهاده و تجربه چندین ساله منه و دوست داشتم باتون به اشتراک بذارم که اگرم خواستید خریدی انجام بدید اینجاها به شدت خطرناکه، به همون دلایلی که خدمتتون گفتم اوایل ویدیو، و فعلا به فکر پوزیشن شورت باشید با استاپای حالا نزدیک، همون قدری که حالا بتونید ضررش رو تحمل بکنید، حالا هر چقدر ضرر که هستش. و شما پوزیشن شورتتون به نظرم خیلی میتونه موفقیت آمیز تر باشه تا اینکه بخواید شما لانگ بگیرید یا بخواید کلا اصلا خرید بکنید به ایده سرمایه گذاری. اصلا واسه سرمایه گذاری الان جای مناسبی نیستش. همیشه مارکت فرصت‌های خیلی خیلی ایدئالی واسه خرید و سرمایه گذاری بلند مدت میده. فعلا الان اینجا اصلا توصیه نمیشه.